دادگاه عالی تاجیکستان روز 19 دکبر حکم 28 محبوس را که برای اشتراک در آشوب زندان شهری وحدت گناهکار دانسته شدند عادلانه دانسته و آن را به تغییر گذاشت. قبلا خود زندانیان و نزدیکان آنها سالهای طولانی زندان را که برای آنها صادر شده بود ناعادلانه دانسته از دادگاه عالی طلب کرده بودند که حکم را بیکار کند. مقامات اسم افراد هلاک شده را فوراً بعد رخ دادن حادثه اعلام کردند، اما اسم افراد بازداشت شده که برای اشتراک در این آشوب گناهکار دانسته می‌شدند تا حال اعلان نشده بود. وکیلان مدافع محکوم شده ها و دادگاه عالی تاجیکستان و دیگر مقامات تفتیشاتی از افشای جزئیات پرونده و حتی اسم محکوم شده ها خودداری می‌کردند، اما خبرنگاران رادیوی آزادی توانستند اسم 28 نفر محبوس را که برای اشتراک در آشوب زندان وحدت گناهکار دانسته شدند معلوم کنند. از اینها جولان یوسپوف و عبدالعلی غفوروف که به 29 سال زندان محکوم شدند از فعالان و تحریک دهندگان آشوب زندان وحدت نام برده می شوند، اما خود محکوم شده ها در زندان این اتهام را رد کردند. این گروه زندانیان به سالهای طولانی زندان یعنی از 20 تا 29 سال دیگر را پس پنجره سپری خواهند کرد و این مهلت جزا را هم در زندان نظامش مخصوص پس سر میکنند. یک طلب زندانیان هم از دادگاه عالی این بود است که نظام ادای جزای آنها را از زندان نظامش مخصوص به زندانهای سبکتر تغییر بدهند، چون وضع سلامتی آنها امکان نمیدهد که جزا را در زندان نظامش مخصوص پس سر کنند، اما دادگاه عالی این طلب محبوسان را رد کرده است. طبق اطلاع دریافت کرده خبرنگاران رادیوی آزادی اکثر آنهایی که برای اشتراک در آشوب زندان وحدت گناهکار دانسته شدند قبلا با اتهام‌های افراط‌گرایی و زرخریدی پس پنجره رفتند. مرافعه‌های دادگاهی این گروه زندانیان پس درهای بسته برگزار شد و به آن تنها مقامات تفتیشاتی و وکیلان دفاع راه داده شدند. نزدیکان زندانیان میگویند یگان بار در مرافعه ها اشتراک نکردند، ولی از حکمی که دادگاه در نسبت خویشاوندان آنها صادر کرده است شدیداً ناراضی میباشند. یکی در زندان بوده که این اشتراک هم نکرده است. بیگناه من 30 نفر 28 نفر بیگناه همین مادرهایی که رفته فرزندامو دیدوسیم همشون گریه دارن که آجا ما گناه نداریم. بعد 14 سال خب بوینه قریب 2 سال 6 تا رفتیم اومدیم خیلی ناز بود، کمترک مزش نبود، بچه‌م بلنیچ کرده بود. همین جنگ شده جنگ دا نیست تا استولو دو چه میگم میلی سو خدی بجو بودیم نمیدونم چه با یوری جو وردیان که نوزی هممون خیلی هول دوخی. در عموم با اتهام اشتراک در آشوب زندان شهری وحدت 35 نفر بازداشت شدند که حکم 28 نفر آنها صادر شده است. 7 نفر دیگر در انتظار حکم دادگاه می باشند. در میان این 7 نفر بختیار عبدالصمد و برادر حسین عبدالصمد نیز هست که برای حمله به جهانگردان خارجی در سال گذشته گناهکار دانسته شده بود.